از لذتی عمر به نصیب افتادی، از بحری خوشی زندگانی رفتی بمون. السلام علیکم دوستانی عزیز، خوش آمدید به کانال ما. چون سلام که کردیم به شما سلامتی خواهان هستیم. دوستانی عزیز، امروز من به نهایت خرسند هستم چون که ما امروز سفر داریم به تاجیکستان، به وطن زیبای عزیزمان و سفر داریم. امیدوارم که امروز ولاگ ما به شما معقول می شود. تا آخر ویدیو با ما باشید. ما عین حال در ایروپورت ژوکوفسکی قرار داریم. دوستانی عزیز، کمتر ریس ما زدشکه شد، برای همین ما قریب 4 ساعت در درون ایروپورت نمیخیل جدت کرده ایستادیم. خواستم به شما کمتر ولاگ سینیمت کنم و درون ایروپورت را به شما نشان دهم. این دخترچه من بی‌طاقت شده از سوئیسو را رفتن. گشتیم قطعی همینا، نفهمیدم که 4 ساعت چه خیل گذشت. زیغ شدم، کمتر با هم خیل بازی کرده ایستادیم. شکرانه خدا که دوستانی عزیز در مدت 4 ساعت و 30 مینوت ما به ایروپورت خوجند آمده رسیدیم. 100 بار شکرانه خدا که ساق سلامت آمده رسیدیم. در درون ایروپورت خواستم به شما ایروپورت خوجند را هم کمتر نشان دهم. دوستانی عزیز، به نهایت زیبا و آباد کردین. اینجا باشد طرفی اتوش بازاری خوجند می باشد. دوستانی عزیز، اینجا رو هم ویدیو کردم کمتر به شما. کسانی که آمده باشند میدانند اینجا رو خیلی هم آباد شده است. اینجا بسیاری ها به من سوال می دادند که شما از کجای تاجیکستان؟ گفتم من از شهر اسفره باستانی می باشم. دوستانی عزیز، شهر اسفره ما هم خیلی دیگرگونی های بسیار شده است. دوستانی عزیز، خیلی آبادکاری شده است. در این طول 4 سالی که من نبودم در اسفره خیلی دیگرگونی های بسیار شده است. خیلی خرسند شدم. راست گپ
دره به شما رسم گرفته باز ولاگ کرده به شما هم خواستم نشان دهم. امیدوارم که ویدیوی ما به شما معقول شد. دوستان عزیز لایک و کامنتاری را فراموش نکنید. انشالله ویدیوهای نو و تازه در پیش است.